قرار دل بیقرار ما در کنار مضجع شریف این بانوی آب و آینه حضرت صدیقه معصومه مبارکه بزرگوار دختر گرامی حیدر کرار حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه در این وقت عصرگاهی و شامگاهی هر روز آرام و قرار میگیره. بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنیم در جایی که نفس که میکشی دل و جانت پر میشه از سلم و سلام و امن و امنیت و بهترین کلام ها رو و بهترین سلام ها رو به شما تقدیم میکنیم با عشق به آن امام با محبت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه. یاد خدا پیش روی ماست. به روایت محرم و دانای راز این بزم ما برادر عزیز و ارجمند استاد دکتر حاج ابوالقاسم هستن که پیش روی شما بهشون عرض سلام، خوش آمد و البته تسلیت ایام دارم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر بینندگان عزیز و تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله علیه السلام و عرض میکنم که در کنار حرم بانوی کرامت سلام الله علیها نایب الزیاره و دعاگوی همه بینندگان عزیز هستیم. شاید طعم شیرین این برنامه با بودن در کنار حضرت فاطمه معصومه استاد حاج ابوالقاسم واقعا برای بیننده های درجه یک و بی‌نظیر و با صفا در این برنامه یاد خدا بیش از پیش باشه و خیلیا به عشق نفس کشیدن تو این صحن و سرای با صفا این برنامه رو میبینن و البته به ذوق فیض بردن از کلام جناب عالی و این فضای نورانی. خیلی متشکرم که امروز هم آمدید. اگر در ذهن شریف بیننده‌های خوب درجه که ما باشه، هفته گذشته محضر استاد حاج ابوالقاسم در خصوص استقامت در راه خدا و البته نصرت در مسیر خدا و اینکه خدا اگر ما اهل نصرت او باشیم در مسیر او قدم برداریم او هم ما رو نصرت میکنه. در خصوص جلوه های نصرت خدا صحبت کردیم که چقدر زیبا و دلربا بود. میدونم خیلی مشتاقید باز هم در خصوص این جلوه های نصرت الهی استاد حاج ابوالقاسم براتون صحبت بکنن. دل بسپاریم به کلام ایشون و استفاده کنیم. آقا در خدمت. تقاضا میکنم. بله، خداوند متعال در آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. اگر خدا رو یاری کنید، اگر پای رکاب ولی بمانید، اگر هوای همدیگر رو داشته باشید، اگر انسجام و اتحاد خودتون حفظ بکنید و اگر تمام توانتون رو پای کار بیارید، این میشه ان تنصروا الله. بله، خدا هم شما رو یاری میکند، نصرت خدا خواهد آمد و اگر نصرت خدا بیاد فلا غالب لکم. اینو جای دیگه فرموده ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. هیچ کس نمیتونه بر شما غلبه کنه. داشتیم جلوه های نصرت خدا رو میگفتیم، خدا چجوری ما رو یاری میکنه. یکی از اونها رو در هفته قبل عرض کردم، این که خدا به جامعه ایمانی آرامش میدهد و یک اطمینانی میدهد، ترس و لرز رو از جامعه ایمانی بر میدارد. بله. وقتی کسی در مقابل دشمن نترسید، این شرط اول موفقیت است و نصرت. بله. در نقطه مقابل عرض کردیم خدای متعال رعب و وحشت رو به جان دشمن میاندازد. لشکر دشمن رو به واسطه ترس دچار اضطراب و تشویش میکند که نمونه هایش رو عرض کردیم. من اون بحث رو چون تکمیل نشده میخوام یه اشاره‌ای بکنم و امروز ادامه بدم در قالب همون نصرت الهی از طریق القاء رعب در قلب دشمن. یه تیکه تاریخی میخوام بگم مربوط به جنگ احد. خب قصه جنگ احد رو همه بینندگان تا حدی شنیدن. این قسمت از جنگ رو که عده‌ای ترک سنگر کردند و باعث شدند سپاه اسلام شکست بخوره. عده زیادی در حدود 70 نفر از مسلمانان شهید شدند. بله. از جمله حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت مصعب ابن عمیر از صحابیان گرانقدر پیغمبر گرامی اسلام خودشون زخمی شدن، دندان مبارکشون شکست، صورت مبارکشون مجروح شد. امیرالمؤمنین چقدر زخم برداشتن. در برخی از کتاب‌ها در دانشنامه امیرالمؤمنین اینطور آمده که دست امیرالمؤمنین شکست در جنگ احد. چقدر بدن مطهرشون زخم برداشت. اینو خب نوعا مردم شنیدن، اما بعدش چه اتفاقی افتاد اینو کمتر شنیدن. دشمن بعد از اینکه احساس کرد پیروز شده و سپاه اسلامو تار و مار کرده و مخصوصا تصور کردن پیغمبر اکرم هم شهید شدن، چون مصعب ابن عمیر شبیه پیغمبر بود
و با شهادت ایشون یه عده فکر کردن که پیغمبر بودن که شهید شدن. این فریاد رو در بین دو لشکر بلند کردن که قد قتل محمد کشته شد و کار تمام. مشرکین خوشحال راه افتادن برن پی کارشون، گفتن خب ما همینو می‌خواستیم، تموم شد بریم. رفتن در حومه مدینه در منطقه‌ای به نام روحا، دیگه شب شده بود، اونجا خیمه زدن استراحت بکنن که فردا حرکت بکنن برن به سمت مکه. در این بین یک کسی به مشرکین خبر داد که پیغمبر زنده است، شما این همه راه اومدید که پیغمبر رو بکشید ولی ایشون زنده است، اشتباه کردید، کسی دیگر رو کشتید. ابو سفیان گفت عجب، حالا که پیغمبر زنده است ما باید برگردیم کار رو تمام کنیم. لذا تصمیم گرفتن که 2 مرتبه حمله بکنن به مدینه و باقی مانده مسلمان ها از جمله پیغمبر گرامی اسلام رو به شهادت برسونن. پیغمبر مطلع شدن از این ماجرا که دشمن میخواد دوباره حمله بکنه. به اصحاب فرمودن که قبل از اینکه اونها به ما حمله بکنن ما باید به اونها حمله بکنیم. ولذا فرمودن همه کسانی که امروز در جنگ احد حاضر بودن آماده بشن، میخوایم حمله بکنیم به دشمن. حتی زخمی ها. بله. توی تاریخ می نویسن 2 تا برادر بودن که هر دو زخمی بودن، یکی به اصطلاح جراحت های سنگین تری داشت، اون یکی جراحتش کمتر بود. اونی که جراحت سنگین تری داشت دست گذاشت رو شانه این که جراحتش کمتر بود، با هم راه افتادن اومدن. مجروحان همه حرکت کردن که بیان، با همون وضع بالاخره زخمی و حالا باند بستن و یا با همون تجهیزات اون زمان و گفتن ما حرکت میکنیم میریم به سمت دشمن. یک کسی داشت از مدینه میرفت به سمت مکه از مشرکین، از کنار لشکرگاه ابو سفیان رد میشد، رفت به ابو سفیان گفتش که ابو سفیان این مسلمان ها از دست به شدت عصبانی هستند و الان آماده شدن برای حمله مجدد، حتی مجروحانشون هم دارن میان. ابو سفیان گفت عجب، ما که اینا رو تار و مار کردیم، دیگه بعید اینا قدرتی براشون مونده باشه. گفت نه این خبرا نیست، من از اونجا دارم میام، یه لشکری آماده شدن و اتفاقا به شدت در طلب شما مصممن که شما رو از بین ببرن و انتقام بگیرن. ابو سفیان یک کسی رو که داشت میرفت به سمت مدینه گفت ببین برو به مسلمانای مدینه بگو که سپاه ابو سفیان با قدرت دارن میان که شما رو تار و مار کنن. و البته به اطرافیانش گفت ما باید برگردیم به سمت مکه، این خبری که به من دادن اگر اینا بیان ما نمیتونیم مقابلشون بایستیم. ولی خواست بترسونه مردم مدینه رو. اینجا قرآن چند تا آیه داره، میفرماید آیه 172 سوره آل عمران الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. یه عده‌ای هستن که خدا اینا رو خیلی دوست داره. اینها کسانی هستند که بعد از آن که زخمی شدند و مجروح شدند دعوت خدا و رسول رو اجابت گفتند. پیغمبر گفت بریم برای جنگ دوم با مشرکان، اینا حاضر شدن بیان. با اون شرایط مجروحان زخمی هستن، انسان در اون شرایط نیاز به استراحت داره، ولی اینا گفتن ما میایم. قرآن میگه للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اینا پاداش بزرگی در نزد خدا خواهند داشت. آیه بعد میگه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، همونایی که یه عده‌ای اومدن بهشون گفتن مسلمونا دشمنانتون تصمیم گرفتن دوباره به شما حمله بکنن، فخشوهم بترسید، این مشرکین این دفعه میخوان بیان دیگه کار رو تمام بکنن. الان دیدید گاهی بعضیا میگن که رژیم صهیونیستی داره خودش آماده میکنه، میخواد دوباره حمله بکنه، اگر تو دفعه قبل نتونست این دفعه دیگه میخواد کار رو تمام بکنه. مسلمانان موضعشون چی بود؟ قرآن میگه فزادهم ایمانا، بله، و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، گفتن ما خدا داریم و خدا بهترین تکیهگاه. بله. قرآن میگه اینا رفتن و مشرکین هم وقتی این صلابت و قدرت مؤمنین رو دیدن پا به فرار گذاشتن، بسیاری از تجهیزات همراه خودشون رو جا گذاشتن و رفتند. مقادیر زیادی غنیمت به دست مسلمان‌ها افتاد بدون اینکه هیچ درگیری اتفاق بیفته. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل
لم یمسسهم سوء، هیچ آسیبی بهشون نرسید، کلی هم غنیمت برداشتن آمدن. والله ذو فضل عظیم، این فضل بزرگ خدای متعال که شامل انسانهای مقاوم و با صلابت میکنه. بعد این آیه پایانیه که میخوام یه خود راجع به این صحبت بکنم. میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. حواستون باشه هر کس جامعه ایمانی را میترساند بلندگوی شیطان است. یه بار دیگه بگید. هر کس جامعه ایمانی را از مواجهه با دشمن میترساند بلندگوی شیطان است. یعنی داره به نمایندگی از شیطان حرف میزنه. بله. قرآن میگه انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. اونی که میخواد بترسونه مردم رو شیطانه و بلندگوی شیطانه، و اونایی هم که میترسن دوستان شیطانن که میترسن، ولی مؤمنی نمیترسن. این صلابت، این شجاعت، این قدرت، این استقامت و این شوکت و این اباحت لرزه بر اندام دشمن میندازه. حضرت آقای جوادی، رژیم صهیونیستی از موشک‌های ما خیلی ضربه خورد، اما اونی که باعث شد رژیم صهیونیستی عقب بنشیند صلابت و اباحت و شوکت و قدرتی بود که مردم ما نشون دادن. همینطوره. یعنی خدای متعال میفرماید اگر شما بایستید من شما رو یاری میکنم. خدای چجوری یاری میکنی؟ کاری میکنم ابو سفیان و دار و دسته‌اش که یک روز قبل یه پیروزی نسبی داشتن پا به فرار بگذارن. از ترس کاری میکنم رژیم صهیونیستی که مجهزترین ارتش جهان رو داره، پیشرفته ترین تسلیحات و امکانات تهاجمی رو داره، از ترس شما التماس آتش بس کنه. و این نصرت خداست. این نصرت خداست. ولی شرطش چیه؟ شما بایستید، شما نترسید، شما میدان خالی نکنید، شما از خودتون صلابت نشون بدید. که حالا من 4-5 تا راهبرد اینجا میخوام عرض بکنم برگرفته از این آیه. خیلی خیلی متشکرم. خیلی بحث خوبی داریم. ممنون از استاد حاج ابوالقاسم عزیز و نازنین. بله، اگر ما اهل استقامت باشیم، اهل اطاعت از ولی خدا باشیم، امام جامعه باشیم، بایستیم محکم استوار، به نصرت خدا هم یقین داشته باشیم، قطعا نصرت خدا خواهد رسید و ترس در دل دشمنان ایجاد خواهد شد. درود بر مردم عزیزی که در این دفاع مقدس 12 روزه جانانه ایستادند و خداوند نصرت خودش رو شامل حال این ملت عزیز و بزرگوار کرد. با یاد خدا کنار شما هستیم. بفرمایید. سلام الله علیها در عمود 1080 در مسیر نجف کربلا. اونایی که میخوان در این موکب شرکت بکنن، خادمی بکنن، کمک مالی بکنن، به هر طریقی مشارکت بکنن، عدد 22 رو به 301122 بفرستن که انشالله مشارکت بکنن. در خصوص نصرت الهی استاد حاج ابوالقاسم فرمودن، مثال بسیار خوبی را جنگ احد زدن و اینکه اگه اهل مقاومت باشیم قطعا نصرت الهی میرسه و خداوند رعب و وحشت رو در دل دشمنان میاندازه. خدمت شما 4-5 تا راهبرد عرض میکنم برگرفته از این آیات. 1. همواره آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم. ببینید مجروحان جنگ احد به فاصله چند ساعت از جنگ که تازه شاید زخم‌های خودشون رو بستن، حتی بعضی از اونها نیاز به کمک دارن، میگن ما آماده ایم برای جنگ بعدی. تجدید قوا کردن. ما در جهاد خودمون و در دفاع مقدس 8 سالمون نمونه‌های زیادی داشتیم. کسانی که تازه از بیمارستان مرخص شده دوباره میرفت جبهه. ما شهید باکری خودمون. بله. بعضی حتی از بیمارستان اجازه میگرفتن زودتر از اینکه به طور طبیعی مرخص بشن دوباره برن به سمت جبهه. ایناست که ما رو موفق میکنه و دشمن ما رو میترسونه. 2. علیه دشمن یک دل باشیم، یک صدا باشیم، اختلاف بینمون نباشه. اختلاف بیفته خود این باعث میشه دشمن امیدوار باشه. دشمن وقتی صلابت و صفا و این حمایت ما از یکدیگر رو ببینه قطعاً ترس وجود او رو فرا خواهد کرد. 3. پیام ضعف مخابره نکنیم. ببینید بعد مسئولین ما خیلی مراقب باشن. ما معتقدیم که بالاخره بعد از این جنگ چه بسا لازم باشه که مذاکره‌ای هم صورت بگیره برای اینکه امتیاز بگیریم. اما گاهی توی لحن برخی از مسئولین آدم می‌بینه که مثل اینکه ضعف داره، پیام ضعف داره داده میشه که ما در مثلا فرض کنید مذاکره قبلی از پشت خنجر خوردیم ولی بازم میایم مذاکره میکنیم. بابا این چه ادبیاتی است؟ آدم میقدر باید با صلابت حداقل یه مدتی بگه ما فعلا مذاکره نمیکنیم تا دشمن حداقل مشخص بشه تجاوز از کی بوده.
متجاوز معرفی بشه در سازمان‌های بین‌المللی. ما دفعه قبل مذاکره کردیم، وسط مذاکره شما از پشت به ما خنجر زدید، تا یه مدتی ما بالاخره این باید مراقبت بشه. و نکته چهارم این که پیام قدرت بدیم. ببینید رجزخوانی بعضی از دختران شهدا کنار پیکر پدرشون، بعضی از پسران شهدا کنار پیکر پدرشون تو همین ایام، این پیام قدرت بود. دل دشمن رو به لرزه در آورد. دل دشمن رو به لرزه در آورد. من دیدم نوجوان مثلا 15 ساله بهش میگه که گریه نمی‌کنی، خبرنگار و مصاحبه‌گر میگه نه گریه نمی‌کنم. میگه چرا؟ میگه چون پدرم به سعادت شهادت نائل شده و من راه او رو میخوام دنبال بکنم و ادامه بدم. و نکته دیگر این که در جنگ رسانه‌ای هم مراقب باشیم. تو فضای مجازی در جاهای دیگری که توسط دشمن احیانا رصد میشه، یه وقت پیام ضعف رو منتقل نکنیم. در کربلا بینندگان عزیز بدونن هیچ کس پیام ضعفی مخابره نکرد. درست. رجزهایی که جوانان و نوجوانان حتی تو کربلا میخوندن تماما لرزه بر اندام دشمن. آقای دکتر همین نکته که شما گفتید من اشاره بکنم، همین تو جنگ احد که فرمودید، اگر ذره پیام ترس و ضعف از سوی همین مجروحان به لشکریان مکه میرسید، ابو سفیان میرسید، اونها چه بسا حمله میکردن، بله، هزیمت میکردن. بله، اونا میخواستن کارو تمام بکنن، گفتن تا اینجا اومدیم دیگه پیغمبر از بین ببریم، ولی این صلابتو که دیدن ترسیدن و رفتن. درست. ما در کربلا مادری داشتیم به نام ام وهب، مسیحی بود رحمت الله علیه و با پسرش اومد خدمت امام حسین و مسلمان شد. با امام حسین آمدن و روز عاشورا این مادر به پسرش فرمود که برو و از پسر پیغمبر دفاع کن. تقریبا 1 دقیقه فرصت. بسیار خوب. این جوان آمد خدمت امام حسین، اجازه میدان رفتن گرفت، امام اجازه دادند و رفت و جنگید و برگشت به مادر گفت مادر از من راضی شدی؟ گفت ازت راضی نمیشم تا جان تو فدای پسر پیغمبر بکنی. رفت و دوباره جنگید و دستاش قطع شد، سرش رو از بدن جدا کردن، این سر رو پرتاب کردن به سمت خیمه ها. این مادر با صلابت سر این فرزند رو برداشت و بغل گرفت، بوسید، بعد سر فرزند رو پرت کرد به سمت دشمن، گفت چیزی رو که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. الله اکبر. این شجاعت رو ببینید، این صلابت رو ببینید. بعد خودش هم یه چوبی برداشت که به سمت دشمن حمله بکنه. امام حسین علیه السلام فرمودن شما به وظیفتون عمل کردید، برگردید. یعنی با تمام رفتار و کردار و حرکات و سکناتشون پیام قدرت رو به دشمن منتقل میکردن. این اگر باشه ان تنصر الله ینصرکم، دشمن هم لرزه بر اندامش خواهد افتاد و این از جلوه های نصرت خداوند متعال است. خیلی خیلی متشکرم. شاید بهترین الگو برای ما در کشور عزیزمون رهبر دانای راز انقلاب هست که واقعا جلوه تمام عیار عزت و استقامت و صلابت هستند. چقدر خوب برخی مسئولین ما از او یاد بگیرن، از کلام او که سراسر پر از قدرت، صلابت و کوچکترین ضعفی در کلام رهبری نیست و همین باعث میشه برخی میخوان اسم او رو در سازمان ملل ببرن، 10 بار توپق میزنن، از هیبت او میترسن و این نشان نصرت الهی است. باید اهل مقاومت باشیم تا نصرت خدا هم شامل حال ما بشه. استاد خیلی ممنونم. سلامت. زحمت کشیدید، استفاده کردیم. ان شاء الله فردا پس فردا و روزهای آینده هم خدمتتون خواهیم بود، بهره کافی و وافی رو خواهیم برد. ما که حظ بردیم، دست شما هم درد نکنه. خیلی خیلی متشکرم. ممنونم که با ما همراه بودید. یاد خدا رو از کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقدیم حضورتون کردیم. زیارتتون قبول باشه. یه قول هر شبه و هر روزه دادیم خدمتتون که نایب زیاره شما باشیم. بعد برنامه مشرف میشیم کنار زری. گل یاد شما، گل سلام شما رو میرسونیم به این خانم بزرگوار، دختر گرامی حیدر کرار و ممنونم که ما رو نگاه کردید. فردا ان شاء الله کنار شما هستیم با یاد خدا به روایت محرم. دگر بارت چو بینم شاد بینم، سرت سبز و دلت آباد بینم. یا علی مدد. خدا نگهدار.